ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 83. با امر یزدگردی سه پل دجله را خراب کرده کشتی‌ها را قسماً نابود و قسماً به ساحل شرقی انتقال داده بودند که شاید لشکری عرب از عبور رود ناامید گشته میل بازگشتن نمایند. ولی منظره زیبا و حیرت انگیز شهر تیسفون با قصر و ایوانهای بزرگ و به خصوص قصر آوازدار طاق کسرا که با امر خسروی یکی انوشیروان از جانب بهترین مهندسان یونانی و رومی و هنرمندان چندین کشورهای عالم ساخته شده بود، گویا آنها را سحر کرده به عبور دریای خروشان دجله می‌خواند. آوازه باییگری و ثروت بی انتهای تیسفون تا جایی بود که یک دسته سوارهای 600 نفره عرب با سروری عاصم ابن عمرو خود را برود دجله زدند و دریا را عبور نمودند. همان لحظه قسم دیگری سپاه و بار و لوازمات جنگی توسط کشتی‌های نوساخته به ساحل شرقی گذشتند. لشکری ساسانیان که به این آسانی عبور نمودنی دریای خروشان را از جانب عرب‌های آب نورزیده چشمدار نبودند، بعد مقابلیتی نچندان زیاد ساحل دریا را ترک نمودند. یزدگرد سه بعد مشورت با سران سپاه در تیسفون استادن و مقاومت کردن را بیسود دانسته، با اموال و اشیاهای گرانبها و اهل و عیالش راه شهر حلوان را پیش گرفت. عاقبت در نیمه ماه صفر سال 16 هجری مطابق به مرد سال 637 لشکر اسلام به پایتخت بی صاحب مانده ساسانیان وارد شده، تنها از خزینه قصر تیسفون 1,300,000 دینار سکه طلا غنیمت گرفتند. از جواهرات و زینت آلات، ظرفهای طلا و نقره، لباس و پارچه های حریر و زربافت و فرش های گرانبها به قدر زیاد در این قصر یافت که نمی توان برای آنها قیمتی تخمین زد. در بین این اشیا فرشی قالینی مشهور به فرش بهارستان بود. این فرش زربافت و زینت یافته به انواع جواهری گران قیمت 100 ذراع طول و 70 ذراع عرض داشت که تمامی مساحت سطح ایوان قصر کسرا را می پوشانیده است. مورخان دوره اولیه اسلام نوشتند که حاشیه های این فرش زربافت با زمردهای کم نظیر و میانه آن با جواهری گرانبهای رنگارنگ زینت یافته بود. 1/4 از کل این غنیمت ها را طبق دستور حکومت اسلام بین فرماندهان و نیروهای لشکر تقسیم کرد، ولی فرش بهارستان را دست نخورده با تاج، شمشیر، کمربند و لباس فاخری یزدگرد همراه 1/5 غنایم عبارت از ظرفهای طلا و نقره و لباسها توسط مردی به نام بشیر ابن حساسیه به مدینه نزد عمر فرستاد.
هنگامی که از 5 یک حصه غنیمت ها به مدینه رسید، عمر به عبدالرحمن ابن عوف دستور داد که این اموال را تا فرارسیدن شب در بین صحابه های رسول و مسلمانان تقسیم نماید. چون فرش بهارستان قابل تقسیم نبود، با اعضای مجلس خلافت مشورت فرمود که چی کند. بعضی گفتند که این فرش باید به خودت اختصاص داشته باشد، کسی به آن حق ندارد، ولی قبول نکرد. و بعضی از تاریخ ها می گویند که طبق پیشنهاد حضرت علی ابن ابو طالب آن را قطعه تقسیم فرمود. قطعه‌ای که به حضرت علی رسید آن را به 1000 درهم فروخت. بعضی تاریخ نگاران نوشتند که سپاهیان عرب قیمت طلا را از نقره فرق نکرده غنیمت‌های ربوده طلایی را با نقره سر به سر عوض می کردند و کافر را از نمک نمی شناختند. حتی یکی از سرلشکران عرب قعقاع ابن عمرو از خون حاکم سابق محروز گذشته طلب کرد که دینار و درهم را نشمارد، بلکه چون گندم با وزن جریب برکشد. سعد ابن وقاص با امیران لشکرش در قصر طاق کسرا جا گرفت و از بس که آنها به مثل تیسفون شهری بزرگ و پهناور را ندیده بودند، آن را با لفظ عربی مداین یعنی مجموعی شهرها یا خود شهری شهرها نامیدند که دیرتر تیسفون با نام مداین شهرت یافت. سعد ابن وقاص لشکری اسلام را مدتی در تیسفون استراحت داده به تقسیم غنیمت‌ها و تنظیم امور سپاه مشغول شد. او اینچنین با دستور عمر در شهر کوفه سمت غربی رود فرات و بصره کنار رود دجله 2 پایگاه اساسی لشکرش را تأسیس داده رابطه دائمی را با شهر مدینه برقرار نمود. جنگ جلولا و حلوان. در این فاصله سپاهبدان ساسانی خرزاد برادری رستم، پیروز و هرمزام در شهر جلولا 40 میل دورتر از تیسفون گرد آمده به حمایه مرزهای باقی مانده مملکت حاضر شدند. سعد ابن وقاص به مقابل آنها 12 یا خود 14,000 لشکری مجهز اسلام را با سروری هاشم ابن عتبه فرستاده به آن دسته های ضربزن قعقاع ابن عمرو را نیز همراه کرد. محاصره جلولا چندین ماه گویا از 6 تا 9 ماه طول کشیده. به قول مورخان 10 حمله پی در پی عرب ها بازداشته شدند. از سبب نبودن نقشه و عملیات مشترک دسته های سپاهی مرز حلوان که در اطراف یزدگرد جمع آمده بودند از محاربه جلولا در کنار ماندند. عاقبت بعد 18 روز نبرد آخرین لشکری ساسانی بر اثر حمله های پی در پی دسته های امدادی اسلام قدرت مقاومت را از دست داده در انتهای سال 637 هنگام شب به سمت حلوان فرار نمودند. نبرد شدید جلولا را مورخان اسلام به نبرد شب 4 قادسیه قیاس نموده شماره قربانیان را از آن کمتر نمی شمارند.
یزدیگرد از شکست لشکرش در جلولا آگاه شده شهر حلوان را ترک نمود و با شتاب سوی ری روانه گشت. سپاه اسلام پس از فتح جلولا به حلوان حمله آورده بعد جنگی شدید آن را ضبط نمودند. همین طریق مسلمانان از جلولا و حلوان ثروت زیادی را غنیمت گرفتند که فراریان ساسانی به این شهرها آورده بودند. از جمله غنیمت‌ها 100,000 اسب ذاتی به دست مسلمانان افتاد که لشکری افزون اسلام را با تکاوران جنگی پره تأمین نمودند. پس از فتح جلولا و حلوان لشکری اسلام در انتهای سال 17 و آغاز سال 18 هجری سالهای 638 639 شهرهای خرد و بزرگ تکریت، موصل، مهرود، دستکرد، خانکین، کرمانشاه، شوش و دیگر مضافات‌های ساسانیان را تسخیر کردند. در این هنگام لشکری جبهه سوریه با سروری خالد ابن والید سایر مضافات‌های شام و فلسطین از جمله شهرهای دمشق، نیکوپل، یروشلیم، تبریه، قیصرین و غیره را ضبط نموده به سمت مصر رو آورد. آفت وبا. از قضای تقدیر در همین دوره عظمت و قدرت روزافزون لشکری اسلام سال 18 هجری مطابق به سال 639 میلادی آفت وبا آمد که 9 ماه از ینور تا نوامبر ادامه یافته در فلسطین، سوریه، عراق و قسم غربی ایران 10,000 سپاهی را به کام مرگ کشید. شاید از اثر خونریزی های پی در پی و جسدهای گندیده آب رود و نهرها و سردابه و چاهها افلاس شده به پهنشوی وبا اینچنین آمدن خشکسالی مساعدت نمود. نخستین شده از آفت وبا سرلشکری کلی سپاه اسلام ابو عبیده ابن جراح، سپس جانشین او معاذ ابن جبیل، از دنبال آنها یکی از امیران شهرتمند سپاه اسلام یزید ابن ابو سفیان و 10 فرماندهان سپاه فوتیدند. تنها در یک چند ماه اول وبا تقریباً 25,000 سپاهی مسلمان را شاید با اهل عائله‌شان نابود کرد. از اثر خشکسالی قریب همه مضافات‌های ضبط شده را گرسنگی عموم فرا گرفته هزارها نفر کمبغلان و بینوایان رو به مدینه آوردند. به مدینه بیش از 60,000 سپاهیان و فراریان برای از مرگ نجات یافتن آمده بودند. چارپایان را سراسر کشته می خوردند. خوراک و آرد و روغن نمی رسید و آخرین ذخیره های مدینه انتها می یافت. خلیفه عمر برای رعایت عدالت آرد و روغن و خوراک را با دست خود تقسیم می کرد و حتی به گرسنگان خوراک جماعی می پخت. باریدن بارانهای تیر ماه تدریجاً آفت وبا را برکنار ساخته عاقبت تیغ اجل را از مدینه کوتاه نمود. جنگ نهاوند و فتح مضافات‌های آخرین قلمرو ساسانیان. هنگامه‌های فتح شهرهای سوریه و فلسطین اینچنین قریب 1 سال ادامه یافتن آفت وبا
مجرای با سرعتی لشکرکشی های عرب را در قلمرو باقی مانده ساسانیان تا اندازه کاهانید. یزدگرد سه از تمام ولایت های به دست عرب ها نگذشته در طی بیش از 2 سالی از جنگ ها فارغ بودن مدد خواسته از ری، اصفهان، دامغان، سمنان، همدان و دیگر مضافات های کوهستانی ایران در ناحیه نهاوند لشکری افسون گرد آورد. به قول طبری یزدگرد نامه ها کرد به اصفهان و پارس و خراسان تا به دری ترک و به هر نامه اندر بگفت که کاری جهان گردان است و ملک گاهی ذلیل بود و گاهی عزیز و کاری دین گاهی بزرگ شود و گاهی خرد و من برای صبر کردم و اکنون کاری عرب ضعیف شد. گرد آیید تا باز به حرب ایشان شویم. خلیفه عمر از لشکر گرد آوردن یزدگرد آگاه شده به جای سعد ابن وقاص که والی بصره شده بود، نعمان ابن مقرین را با 30,000 سپاه به جنگ نهاوند روانه کرده دسته های ضربزن عبدالله ابن عتبه را نیز به کمک او فرستاد. نعمان ابن مقرین با سپاهش در میان مضافات های کرمانشاه و مهدشت موقعی گرفته تا روستاهای اسفزان و قدیسیجان پیش آمد و در فاصله 3 فرسخ 15-20 کیلومتر از نهاوند آماده نبرد گشت. لشکر ساسانیان در فاصله 2 فرسخ از نهاوند در استحکام و سنگرهای ویخورد با سروری فیروزان سپاه بدی جنگ آزموده و سال دیده شینک گرفته بودند. لشکری یزدگرد از روی شماره نظر به سپاه اسلام خیلی افزون باشد هم فیروزان از جنگی شدیدی روبرو دست کشیده اصول مدافعوی را انتخاب کرد و بیشتر تیراندازی و حمله های ناگهانی و زد و خوردهای کوتاهی احتیاطکارانه را پیگیری می نمود. محاربه نهاوند صرف نظر از اختلاف تاریخ نگاران اسلامی در نیمه های سال 21 هجری تقریباً بعد فرارسی گرمی های بهار آغاز سال 21 هجری از 10 دکبر سال 641 شروع گشته است که به سال 642 میلادی راست می آید. در گرمی های پایان فصل بهار آغاز یافتن جنگ از آن جهت به منطق تاریخی مطابق است که کل تاریخ نگاران اسلامی از فرارسی سردی های زمستانی مضافات های نهاوند و گرفتاری رنج و مشقت فصل سرما گشتنی لشکری مسلمانان یاد نکردند، حالان که بعضی مورخان اسلامی عامل فیصل یافتن جنگ و به تأخیر افتادن محاربه های شدید را در آن می بینند که سرلشکری تجربه‌ناک فیروزان می خواست مسلمانان را به پایگاه سردی های زمستان رسانیده آنها را دچار نارسایی غذا و خوراکی اسب و اولو نماید. و پنداری سید عبدالرحیم خطیب نقشه فیروزان کاملا صحیح و چیزی نمانده بود که آذوقه و علفه مسلمین تمام شود. اگر چنین میشد حتی یک نفر از آنها جان نمی برد، زیرا فاصله نهاوند تا عراق زیاد بود و اگر مغلوب می شدند لشکری فیروزان به تعقیبشان می پرداختند و تمام آنها را در راه فرار نابود می کردند. نعمان ابن مقرین
از این گیروداری انتظاری و جنگ‌های خستگی آوری بر دوام دلگیر شده راه حیله و فریب را پیش گرفت. او آوازه پهن کرد که از این جنگی بی نتیجه دلگیر گشته خوراکی سپاه و اسب و اولوش هم تمام شده است. سپس با خودنمایی کوچ بسته خبری پهن نمود که خلیفه اسلام در مدینه وفات کرده است و او ناچار از جنگ دست کشیده سوی پایتخت می رود. فیروزان به این آوازه‌ای بر دروغ و از میدان جنگ کوچ بستنی لشکری اسلام باور کرده از دنبال آنها به تعقیب پرداخت. سپاه ساسانیان با امید تعقیب مسلمانان از سنگرهای مدافعی و کمینگاه‌های کوهی بیرون آمده در موضعی برایشان نامناسب به حلقه قبلا آماده گشته دشمن افتادند. لشکری ظاهراً رو به فرار آورده مسلمانان نیز در حال برگشته به سپاه پیشصفی فیروزان ضربه زدند. در این محاربه شدید از هر دو جبهه سربازانی زیادی کشته شده باقی مانده های سپاه یزدگرد به سمت همدان فرار نمودند. در رفت محاربه خونین نهاوند سرلشکری اسلام نعمان ابن مقرین و سپاه بد ساسانی فیروزان هنگام فرار کشته شدند. پس از جنگ نهاوند راه لشکری اسلام برای پیشروی در خاک ایران عملاً گشاده شد و در طول سالهای 642 645 همدان، ری، اصفهان، کاشان، قم، قزوین، کرمان فتح گردید و از این شهرها غنیمتی زیاد، تاوانی جنگ و اندازی گران ستانیدند. یزدگرد سی از نهاوند فرار نموده اول به اصفهان، بعد به کرمان، سپس به سیستان رفت و عاقبت در بلخ و مرو پناه برد. در این میان از قضای تقدیر خلیفه عمر یکم ماه محرم سال 23 هجری مطابق به 7 نوامبر سال 644 از اثر زخم خنجری فیروز نام آهنگر، کندکار و دوریدگری ایرانی که در نهاوند به عربها اسیر افتاده بود شهادت یافت. فیروز که با نام ابو لؤلؤه مشهور است هنگام تقسیم غنیمت‌های جنگی غلام مغیره ابن شعبه گشته با دستور خواجه‌اش به هنرمندی مشغول می شد و هر روز 2 درم از دست مزدش به او حق می داد. به روایت طبری روز فیروز سوی عمر آمد و شکایت کرد که یا امیر المؤمنین، خواجه مغیره بر من پرداختی گرانی نهاده است و از عهده دادنش نمی برایم، بفرمای تا کم کنم. عمر پرسید که به چی مشغولی؟ گفتا درودگرم و نقاشم و کندگر و آهنگری نیز دانم. عمر گفتا چندان کار که تو دانی بر روز 2 درم نه بسیار بود. ایدون شنیدم که تو گویی من آسیا کنم بر باد که گندم آس کند. گفتا آری دانم. گفتا مرا چنین آسیا کنی؟ فیروز گفتا اگر بیزیم تو را یکی آسیا کنم که همه اهل مشرق و مغرب حدیثی آن کنند. مطابق نگارش مورخان بامداد صبح دیگر فیروز از کینه آنکه به دادش نرسیدند کاردی 2 دمه به میان خسته با بهانه نماز گزاریدن در صف پیش مسجد مدینه نشست. زمانی که حضرت عمر در محراب مسجد ایستاد
و برای افتتاح نماز صبح تکبیر گفت، با خنجری که خودش ساخته بود و آن را زهرآگین کرده بود چندین ضربه به آن حضرت وارد کرد و 13 نفری دیگر از مسلمانان را که می‌خواستند او را دستگیر نمایند نیز مجروح نمود. 7 نفری آنها در اثر شدت جراحتی واریده درگذشتند و چون به وسیله یک نفر مسلمان که رویمال در رویش انداخت دستگیر شد، خود را فوراً به همان خنجر کشت تا جریان مکر فاش نشود. در عهد خلافت عمر 2 امپریه بزرگ، امپریه روم و شاهنشاهی ساسانیان، شکوه و عظمت دیرینه خود را از دست داده نفوذ جهانی اسلام افزود. عمر سیاست کشورگشایی های اسلام را ادامه بخشیده امپریه بزرگ مسلمانان را تأسیس داد، نظام سیاسی، اقتصادی و حربی دولت را چندین پایه بالا برد. او امور اداره، نظارت و دخل و خرج مملکت را در زمینه رکنهای دولتداری امپریه های پیشرفته براه انداخته، تقسیم بندی ولایت های مأموری، راهبری لشکر، تبلیغ و دفاع دین، تأسیس دستگاه های اداری و نظارتی و دیگر عنصرهای حاکمیت را تحکیم بخشید. شنوندگان گرامی، شما گفتار 83 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخول، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.